امیدوارم از این آموزش هم لذت ببرید. دوستان سلام، توی این آموزش میخوایم به صورت مستقیم از رنگ جوهری پای رزین استفاده کنیم. رنگ‌های جوهری پای رزین اگر که خاطرتون باشه در رزین حلال هستن، حل میشن و حالت ترانسپرنت یا شفاف دارن. 3 قطره به نظر من کافیه با توجه به رنگ مورد علاقتون که حالا چون این گل مینای دائم هست من از رنگ بنفش استفاده کردم و به کمک آب اسلانگ قطره های جوهر رو با رزین مخلوط کنین. خاطرتون باشه که ما در کار گل های سه‌بعدی رزین شفاف رو کف قالب میریزیم و صبر میکنیم غلیظ بشه، پرچم گلمون رو اضافه میکنیم و بعد طرح میدیم. میتونید همینطور که میبینید من دارم مخلوط میکنم طرح گل بدید یا اینکه براتون اهمیت نداشته باشه، چون قسمت طرحدهی ما کلاً یک بخش دیگریه. بعد از مخلوط کردن رنگ جوهری با استفاده از رزینی که با رنگ سفید خمیری ترکیب کردیم و استراحت دادیم تا غلیظ شه، گلبرگ های گل رو تجسم میکنیم و میکشیم. هر جای کار احساس کردید آب اسلانگتون رنگی شده با دستمال تمیز کنید، بعد داخل رزین سفید ببرید. ردیف دوم رو هم به همون شکل میکشم، منتها دیگه ادامه گلبرگ ها رو تا پایین خیلی نمیبرم که گلبرگ هایی که از قبل کشیدم به خاطر تکونایی که آب اسلانگ داخل رزین ایجاد میکنه دفرمه نشه. من 4 ردیف گلبرگ کشیدم و تعداد ردیف ها سلیقه‌ایه. بعد از اینکه گلبرگ ها رو کشیدم با کناره نازک آب اسلانگ امتداد گلبرگ ها رو به سمت وسط آوردم که یه حالت پیوسته‌ای داشته باشه. اینجا حس کردم فاصله بین گلبرگ ها زیاده، به خاطر همین چند تا خط اضافه کردم تا گلم پرتر باشه.
حبابگیری و تمام. بعد از 24 ساعت میتونین از قالب در بیارید. میبینید که رنگ سفید چقدر قشنگ باز شده و حالت گلبرگ گرفته و این هم از روی کار ما که زیباییش در فیلم مشخص نیست و کاملا حالت سه‌بعدی گرفته. امیدوارم لذت برده باشید و برای رفع اشکال به کانال تلگرام که زیرنویس شد مراجعه کنید.